بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها تلا یکان ای بچه ها شیری نکانی به بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. سلام بابا جان. و علیکم السلام. ها بیا دخترم. چی شد؟ برای چی از مکتب بر وقت آمدی؟ بابا جان معلم مرا از درس پیش کرد. معلم از درس پیش کرد؟ بله بابا جان. برای چی دخترم؟ یک همصنفم به معلم گفته است که گویا من معلم را در نزد دیگر همصنفان بدگویی کرده باشم. آخر من این گپ‌ها را نگفتم، لیکن معلم گپ‌های مرا گوش نکرده مرا از درس پیش کرد. آبا کاری خوب نشده است بچه؟ هیچ گپ نی، زیق نشو. میدونی عاقبت این خیل آدم ها چی میشد؟ من با تو نقل کنم؟ بله. حاضر من با تو یک قصه نقل میکنم. عاقبت این خیل آدم های چی شده نشه؟ خودت نغز میفهمی. تو راضی؟ راضی. گوش میکنی؟ بله. آفرین. بوده است نبوده است در یک بیشه زیبا منظر یک سنجاب زندگی میکرده است و این سنجاب در یک درخت مهربان زندگی میکرده است و این درخت میوه هایش را به تمام جانوران بیشه دریغ نمی داشته است. لیکن چی میگویی که این خصلت درخت به سنجاب معقول نبوده است. سنجاب میخواست است که تمام درخت مال شخصی وی باشد. روزی هوا ویران شده است و طوفان خیسته است و یک کبوتر آمده و بالای درخت نشسته است. درخت او را قبول کرده است، مهربانی کرده است، با وی خوراک داده است. لیکن از این رفتار درخت قهر و غضب سنجاب باز بسیارتر شده است. روزی دیگر وقتی که کبوتر برای آبودان به طرف دیگری بیشه رفته است، میدانی سنجاب چیکار کرده است؟ چیکار کرده؟ سنجاب به غیبت سر کرده است. وی به نزد درخت آمده است و گفته است که میدانید چی؟ کبوتر در حق شما بدگویی کرده ایستاده است. کبوتر میگوید که این درخت کهنه شدگی، این درخت شاخهایش خشک شدگی، میوه‌هایش بی مزه می باشد. آنچنان استاکانه بدگویی کرده است که درخت به همه گپ‌های سنجاب باور کرده است. وقتی که کبوتر گشت آمده است، درخت او را برآورده راند است. هرچند کبوتر گوید که من در حق شما یگان سخنهای بد نگفتم، در حق شما بدگویی نکردم، لیکن درخت باور نکرده است. کبوتر مایوس شده رفته ایستاده بود است که در راه یک مرد تبربدست را خورده است. وی فهمیده است که این مرد به کجا روان است و فهمیده است که چی خطری کلان برای درخت تهدید میکند. وی به زودی بر خانه بیشباند رفته است تا که این خبر را به او رساند. وقتی که مردی تبربدست به نزد درخت آمد، سنجاب میدانی چیکار کرده است؟ چیکار کرده؟ راه گریز را پیش گرفته است. هرچند درخت گوید که ایستا سنجاب، به من یاری رسون، مرا نجات ده، لیکن به این گپ گوش نکرده راه گریز را پیش گرفته است. انا بعد وقتی که مردی تبربدست بر ریشه درخت تبر زدنی شده است، جنگلبان آمده درخت را نجات داده است. انا بعد از همین درخت همه خطاگی‌هایش را فهمیده است. وی کبوتر را به آغوش گرفته است و آنها با هم دیگر دور و دراز دوست اتفاق شده زندگی کردند. لیکن با سنجاب چی شده است میدانی؟ چی شده؟ سنجاب در راه به دام شکارچی ها افتاده است. انا دیدی عاقبت کسانی که غیبت میکنند و
بر دروغ در حق کس سخنهای ناجور میگویند، انا همین طور میشود. هیچ کس از غیبت و از بدگویی خوشبخت نشده است. در عرفیت گفتند بچم چاهکن زیر چاه میشود. برای همین تو هم هیچگاه خفه نشو، همش خوب میشود. اکنون فهمیدی بچم؟ فهمیدم. آفرین. تیلای کن ای بچه ها، شیری نکنی به بهار. این دم شما را ببره بر سوی شهری قیصه ها. تیلای کن ای بچه ها، شیری نکنی به بهار. این دم شما را ببره بر سوی شهری قیصه ها. گل غنچه ها ای کودک ها، شیری نکن خندا نکن. گل غنچه ها ای کودک ها، شیری نکن خندا نکن. بهری شما آورده یک گل زیبایی دوستان. بهری شما آورده یک گل زیبایی دوستان. یک گل زیبایی دوستان. یک گل زیبایی دوستان.